رسول گرامی اسلام می‌فرمایند هنگامی که کافری در شام به هلاکت برسد، اصحاب کافر قیام می‌کنند و تسخیر مرکز شام بر او سخت می‌شود و طولی نمی‌کشد که کشته می‌شود و حکومت به ترک‌ها می‌رسد و در شام گرانی و جنگ‌های پی در پی برپا می‌شود. این اتفاقات طوری به وقوع می‌رسد که 3 گروه مردم در شام پیرو اصحاب ابقع و سفیانی می‌شوند. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند نخستین سرزمینی که در آن شورش و قیام می شود سرزمین شام است که 3 لشکر در آن با هم نبرد می کنند، اصحاب، ابقع و سفیانی. اینقدر با هم می جنگند تا سفیانی با ابقع درگیر می شود. نزاع و درگیری شدید، اختلاف و وضعیت آشفته و کشتارها همه از حوادثی است که معصومین برای ما روایت کردند. اتفاقات منطقه شام طبق روایات اولین جرقه های ظهور است. در سوره مریم آیه 37 داریم احزاب با هم بر سر آنچه در میانشان بود اختلاف کردند، پس وای بر آنها از آن اتفاق بزرگ. هر 3 گروه در راه باطل قدم گذاشتند و احتمالاً نامهایی که در روایات هست کنایه از منطقه یا قبیله آنهاست. بعد از شکست گروه‌های اصحاب و ابقع، فرد یا جریان فکری تحت عنوان سفیانی در سوریه مطرح می شود که موضوع برنامه بعدی است.